مرزای تاجیکی یکی از ملاهای صوفی کشور تاجیکستان هست. در یک نوار خود میگوید که یک گرده که همون خاک همون وطنیختون در آب اندازین همون را بنوشین همون تبتون از پایین همون خیرگی میره. هر باری که از کشورتان بیرون شدید با جای سفر کردین با خودتان خاک همون کشور را بگیرین بعداً سفر بکنین. اگر برای شما در بیرون از کشورتان کدام مشکل پیش می آید و یا مریض می شوید به حالت می شوین یک مقدار از امو خاک را بگیرین داخل آب بیاندازین بخورین. همین خاک برای شما شفا می دهد، مشکلتان حل می کند. پیام بنده برای حاجی مرزای تاجیکستان